بسم الله الرحمن الرحیم. رد شدن از تمام مهربانی ها و خوبی های یک انسان به خاطر یک خطا و حادثه رفتاری منفی است. در این رابطه قاعده قرآنی وجود دارد: لا تنسوا الفضل بینکم، گذشته نیکتان را بین همدیگر فراموش نکنید. این قاعده در سیاق بحث طلاق وارد شده است که در واقع طلاق یکی از تطبیقات این قاعده هست. مبادا که جدایی از زندگی زناشویی، جدایی از رفاقت، از همکار بودن و مسائل دیگر سبب شود که انسان تمام نیکی‌های گذشته را فراموش کند. و متاسفانه این رفتار بد که تقریبا عام شده و جز انسان‌های اصیل در امان نمانده اند، در تضاد با قاعده دیگر قرآنی می باشد. اون بحث عدالت هست. خب ما می دانیم که نیکی و مهربانی وزنی سنگین تر از خطا و بدی دارد. در نتیجه بدیهای بیشمار را با کمترین نیکی فراموش کرد، ولی متاسفانه عکس آن رایج شده است. اما یک مؤمن، یک مسلمان نباید گذشته نیک رو فراموش کند، به امید روزی که از محبت